بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوست عزیز، لطیف مهربان هستم. با یک ویدیو جدید در خدمت شما حاضر هستم. امیدوارم که همه شما جور و صحتمند باشید. دوست عزیز، قبل از اینکه در مورد ویدیو صحبت کنیم از شما خواهش میکنم اگر شما صفحه فیسبوک متفعلا لایک نکردین لایک کنین و همچنین اگر کانال یوتیوب را سابسکرایب نکردین از شما خواهش میکنم تا کانال یوتیوب را سابسکرایب کنین. خب دوست عزیز، میایم در مورد ویدیو امروزی ما. دوست عزیز در مورد اپلیکیشن واتساپ هستن. البته از یک هفته یا 10 روز به شما میشه بسیاری ویدیو و بسیاری پست ها دیده باشند در مورد اپلیکیشن واتساپ که بعد از این واتساپ عکس‌های ما را یا ویدیوهایی را که ما با دوستای خود شریک می‌سازیم او از طریق فیسبوک یا از طریق گروه‌های ما میگیره و دیگران شریک می‌سازه یا مفروشه. درست است؟ بسیار تو رومرز بود، بسیار گپ‌ها بابت این واتساپ داشته بود. البته واتساپ یک اپدیت هایی کرده بود. تو اپدیت بعضی گفته بود که بعضی پالیسی یا تغییرات میاد. درست؟ دیگه بسیاری دوستا با من مسیج می‌کردن که یعنی چطور میشه ما باید از واتساپ استفاده کنیم یا واتساپ استفاده نکنیم. درست است؟ ببینید دوستای عزیز، اول خب یک چیز به شما بگم که واتساپ استفاده کردن یا استفاده نکردن مربوط خود شما میشه. درست است؟ اگه شما استفاده میکنین کار خودتان میشه. نه که من براتون بگم شما باز آینده کدام مشکل به شما خدا نخواسته ایجاد شه باز ببینید که شما گفته بودین که واتساپ استفاده کنین واتساپ هیچ مشکل نداره. است ما از طریق پست یا که و پست کرده امور میخوایم با شما شریک کنیم که وادا پست خود ببینین. امروز 5 ساعت قبل پست کرده بود، گفته بود که ما میخوایم در مورد مرور در مورد صداهایی که جور شده بود در مورد فیسبوک که ما با شما گفت 100% اطمینان میدیم که پیام‌های شما و تصاویر شما و ویدیوهای شما که با دوستاتون شریک میکنین او فعلا هم انکریپتد است، یعنی کسی او را دیده نمیتونه، حتی خود کمپانی واتساپ هم که فعلا مربوط فیسبوک میشه. درست؟ ببینید اینجا گفته بود که با بعضی از سوالات شما پاسخ ما ارائه میکنیم. درست؟ ببینید چی نوشته که واتساپ protects and secures your private messages. صحیح است؟ اینجا گفته سعی کنین چی رو گفته چی خط کشیده که ما دیده نمیتونیم. واتساپ cannot see your private messages or hear your calls and neither can Facebook. گفته واتساپ و همچنان فیسبوک نه صدای شما را میشنوه و نه هم پیام‌های شما را میخوانه. درست است؟ یعنی کلش انکریپتد است. انکریپتد به این معنی که کسی دیده نمیتونه رو ببینم به شکل کد می باشه. درست است؟ او را کسی دیده نمیتونه. صحیح است؟ و اینجا ببین دیگه چی گفته. واتساپ does not keep logs of who everyone is messaging or calling. میگه واتساپ از هیچ کسی را لاگش یا پشت سرش کدام کارایی که انجام میده، یعنی کارایی که انجام داده رو پشت سر هیچ کس ثبت نمیکنه. پشت سر هیچ کس ثبت نمیکنه تا خودشون رو ببینه که یعنی این نفر چی کارایی انجام داده. فرض کنین من با یک دوستم، فرض کنیم به نام احمد دوستم است، ما با احمد مسیج میکنم، با احمد کال میکنم، با احمد ویدیو رای میکنم، با احمد چت میکنم. درست است؟ فیسبوک واتساپ میگه که ما هیچ وقت ثبت نمیکنیم. خود درست است؟ ببینید چی دیگه چی گفت. واتساپ cannot see your shared location and neither can Facebook. اگر شما از طریق واتساپ یک آپشن داره شما میتونید که از طریق لوکیشنتون یا موقعیتتون رو با یک دوستتون شریک کنین. میگه که نه واتساپ و همچنین نه فیسبوک لوکیشن شما رو چک کردن میتونه دیده میتونه. درست است؟ واتساپ does not share your contacts with Facebook. شما ببینید وقتی شما واتساپ استفاده کنید، واتساپ که اصلا کانتکت لیست ها یا شماره ارتباطی ما کس کلش اینجا میباشه. میگه این واتساپ میگه ما شماره با فیسبوک شریک نمیکنیم. درست است؟ واتساپ گروپ remains private. گروپ های واتساپ که است وقتی فرض که شما 3-4 تا دوستاتون گروپ دارین و گروپ هم تو پرایوت میمونه، یعنی به هیچ فرض که شما 5 نفر هستید نفر ششم که شما نخواسته باشید با او دسترسی پیدا کردن نمیتونه. درست است؟ یعنی تو گروپ شما محفوظ میمونه، هیچ کس با او دسترسی پیدا کردن نمیتونه. درست است؟ دیگه یعنی گفته که you cannot set your messages to disappear. You can set your messages to disappear. پیامت میتونی که خودتون غیب کنین و پاکش کنین. درست است؟ you can download your data. این آپشن چه شما میفهمین که شما میتونین چقدر با کسایی که چت کردین او دیتاتون میتونین خودتون دانلود هم کنین. البته این فکر کنم که وقت شما یه ریکوست کنین دانلودش یک روز یا 2 روز هم وقت میگیره و به شما کلا دیتاتون به صفحه اکسل یا ورد است و شما او را میده از طریق خود واتساپ میده. دیگه اگه شما ببینید اینجا دیگه بسیار چیزا رو نوشته کرده یا شما خودتون رو بخونین بهتر است. درست است؟ خب در کل دوستای عزیز اگر به شما من نظر خود بدم درست است در مورد از اینکه شما واتساپ استفاده کنین و استفاده نکنین. ببینید واتساپ فعلا مربوط فیسبوک میشه
دیگه شما خودتون بفهمید که یا او ریسک نمیگیره که یعنی به صفت ما و شما خود کستمر هستیم، مشتری هستیم که مشتری از ما خفه شوه یا از دل سرد شوند. درست است دیگه، مربوط خودتون میشه که شما استفاده میکنین یا نمیکنین. مثلا بود رومرز در مورد واتساپ که پیدا شده بود، خواستم رو با شما من شریک کنم. دیگه تا ویدیو بعدی دوستان عزیز، همتون رو به خداوند میسپارم. وقتتون خوش، خداوند نگهدار همتون.